امروز جهان در آستانه تحول بزرگی است که از منطقه ما آغاز شده است. می‌دانید که زورگویان با تکیه بر قدرت مادی، تزویر و سلاح دهه‌ها و سده‌هاست که به دنبال گسترش نفوذ و سیطره خود منطقه ما را به عنوان کلید سلطه بر جهان یافته‌اند. آنان به هیچ حد و مرزی جز تسلط کامل بر منطقه و جهان قانع نیستند. جان، مال، سرزمین، حیثیت و فرهنگ ملت‌ها، به ویژه ملت‌های ما، نزد آنان حرمتی نداشته است. برای آنان مسلمان، مسیحی و کلیمی و هر یگانه پرست عدالتخواهی یکسان است و دشمن محسوب می شود. ذات اندیشه های مادی آنان در تضاد با فطرت الهی و حق پرستی انسان است، همچنان که تاریکی و جهل در نقطه مقابل نور و علم قرار دارد. برادران و خواهران عزیز، حقیقت این است که بردهداران و استعمارگران سابق پس از شکست در برابر اراده ملت‌ها با تغییر چهره خود و با شعارهای جدید همان اهداف گذشته را دنبال کرده‌اند. با طراحی قبلی و با استفاده از غفلت ملت‌های منطقه و به بهانه جبران خسارت ناشی از جنگ جهانی، فلسطین را با زور و کشتار هزاران و آواره کردن میلیون‌ها نفر اشغال نمودند و رژیمی نامشروع و بیگانه را در آن مستقر کردند و یک تهدید دائمی برای همه دولت‌ها و ملت‌های جهان به وجود آوردند. هر جا خواستند زورگویی کنند، قدرت افسار گسیخته و بی‌منطق این رژیم را به رخ کشیدند و دست آن را برای هر جنایتی در سراسر جهان باز گذاشتند. در لبنان یک دوست و یک شخصیت وطن دوست را ناجوانمردانه ترور می‌کنند و با جعل خبر و سوء استفاده از ساختارهای حقوقی نظام سلطه و با فتنه‌گری و اختلاف افکنی دوستان دیگر را متهم می‌کنند. به بهانه حادثه ناگوار 11 سپتامبر در نیویورک به افغانستان و سپس به بهانه دیگری به عراق حمله کردند. از ابعاد اقدامات اشغالگران در افغانستان و عراق و اخیراً در پاکستان به خوبی معلوم است که هدف آنان شناسایی و مجازات عوامل احتمالی و ادعایی حادثه 11 سپتامبر نبوده است، بلکه این حادثه صرفاً بهانه‌ای برای حضور در منطقه و پیگیری اهداف استعماری بوده است. شناسایی حقیقت 11 سپتامبر و بازگشایی جعبه سیاه آن می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. اعلام می کنم که تشکیل گروه حقیقتیاب مستقل و بیطرف برای ریشه‌یابی ماهیت و عوامل حادثه تأسف‌بار 11 سپتامبر خواست همه ملت‌های منطقه و جهان است. هر نوع مقاومت در برابر این خواست قانونی و انسانی به منزله آن است که حادثه 11 سپتامبر با برنامه‌ریزی قبلی و برای اهداف اشغالگری و مقابله با ملت‌ها بوده است. نصیحت می‌کنم که بهترین حالت برای اشغالگران افغانستان و عراق ترک منطقه، عذرخواهی از مردم و جبران خسارت است. اگر به نصیحت مشفقانه توجه نکنند، دست قدرت‌های ملت‌های منطقه که تجلی قدرت خداست
آنان را با ذلت از منطقه بیرون خواهد کرد و جنایتکاران را به دادگاه عدالت خواهد سپرد. صهیونیست‌های بی‌فرهنگ که خود را در بنبست می‌بینند ممکن است برای ایجاد فرصت و نجات خود دست به شرارت‌های جدید بزنند. من اعلام می‌کنم که هر شرارت جدید صرفاً عمر ننگین این رژیم جعلی را کوتاه‌تر خواهد کرد. تنها راه حل مسئله فلسطین و برپایی صلح پایدار در منطقه شناسایی حق حاکمیت مردم فلسطین، بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمینشان و بازگشت اشغالگران به خانه‌های خودشان است. به نفع سردمداران صهیونیستی است که به خانه‌های خود برگردند و فلسطین را به صاحبان اصلی آن واگذار کنند و الا در طوفان خشم مردم فلسطین و ملت‌های آزاده مضمحل خواهند شد. با صدای بلند اعلام می‌کنم که رژیمی که مأموریت داشت از نیل تا فرات را به نفع نظام سرمایه‌داری اشغال کند در پشت دیوارهای خود ساخته محبوس شده است. جبهه مقاومت ملت‌ها در فلسطین، لبنان، سوریه، ترکیه، عراق، ایران و همه منطقه شکل گرفته است. اعلام می‌کنم رژیم صهیونیستی در سراشیبی سقوط است و هیچ قدرتی قادر به نجات او نیست.